دست به دست وهابیت بدین. یک روز شما درباره بقی صحبت کردین، یک روز درباره بقی، هی فلسطین، هی بیت المقدس، قدس، روی چشمان ما درسته، اما بقی برای ما مهمتره. امروز شیعیان میرن در اونجا برای زیارت، در مدینه میرن، در مکه میرن، مثل سگ اونا رو ذلیل میکنن. یک روز شما یک کاری کردین که این بقی بازسازی بشه، همش بله قدس و بیت المقدس و فلسطین و اینها، اونم به خاطر این هوای رهبری جهان اسلام را دارید. به اون خاطر جایگاه بیت المقدس در مذهب شیعه. آیا می دانید که بیت المقدس در تفکر و اعتقاد شیعیان اثناعشری چه جایگاهی دارد؟ برخلاف شعارها و ادعاهایی که دارند و میگویند راه قدس از کربلا میگذرد، علمای بزرگ شیعه برای قدس و بیت المقدس هیچ ارزشی قائل نبوده و نیستند. علت و فلسفه آن را ما هم نمیدانیم. ملاحظه فرمایید جناب ملا باقر مجلسی در بحار الانوار چنین روایت میکند: عن سالم الحناط عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد التي لها الفضل فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: والمسجد الأقصى جعلت فداك. قال: ذلك في السماء، إليه أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن الناس يقولون إنه بيت المقدس. فقال: مسجد الكوفة أفضل منه. سالم حناد از شخصی روایت می کند که او از امام صادق علیه السلام در مورد مسجدهایی که دارای فضیلت بیشتری هستند پرسیدم. فرمود: مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم. گفتم: فدایتان شوم، مسجد الاقصی چه جایگاهی دارد؟ فرمود: آن در آسمان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج به آنجا برده شدند. گفتم: مردم میگویند مسجد الاقصی در بیت المقدس است. فرمود: مسجد کوفه از آن فضیلت بیشتری دارد. در کتاب منتهی الآمال تالیف شیخ عباس قمی چنین آمده: قول مشهور این است که مسجد الاقصی همان بیت المقدس است، اما از مجموع احادیث زیادی که در این زمینه وارد شده چنین برمی آید که منظور از آن بیت المعموری است که در آسمان چهارم قرار دارد و دورترین مسجد هم می باشد. جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت الرسول الاعظم می گوید: مسجد الاقصی مسجدی است در آسمان و به حدیثی استناد می کند که نه از لحاظ سند صحیح است و نه از لحاظ متن، و آن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت می دهد و می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لما اسری بی الی السماء اذا علی العرش مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی علیه السلام. هنگامی که به اسراء برده شدم دیدم که بر عرش نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی علیه السلام، یعنی محمد رسول خدا را با علی تأیید و نصرت کردم. به همین دلیل است که حجت الاسلام الله یاری ادعا می کند بقیع برای ما مهمتر از بیت المقدس است و این ادعا دقیقاً حقیقت مذهب شیعه می باشد. اگر به کردار زائران حج و عمره توجه کنیم و جهت‌دهی روحانیت را مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه می رسیم که گویا این مردم فقط به خاطر بقیع پول داده و فقط به آن علت سفر کرده اند و حج و کعبه و مسجد نبوی در درجه دوم قرار دارند، در حالی که صدها روایت از اهل بیت نقل شده است که از آباد کردن و ساختن ضریح بر قبر و سفر برای تجلیل از قبور نهی شده است. لما اسری بی الی السماء اذا علی العرش مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی علیه السلام.